خب دوستان گرامی میگذاریم با بازی که ریال مادرید داشت. این کلاسیکوی فوتبالی اسپانیا بود مقابل اتلتیک بیلبائو. آنها خیلی عذاب کشیدن تا اینکه دروازه حریف رو رخ نکنند. ارنستو والورده در این بازی بیشتر هیئت احتیاطی رو با میدان برآورد، چون که اگر ما مقایسه کنیم تنها دو فوتبالبازی اساسی در میدان بودند، این دروازه‌بان و یک نیم محافظتگر. دیگر همه 9 نفر بازیگران هیئت احتیاطی، چون تقویم برای اتلتیک بیلبائو هم بین‌نهایت زیچ است. آنها رو بازی‌ها در پیش مقابل منچستر یونایتد در لیگ اروپا انتظار، اما با وجود این آن فوتبالبازانی که با آنها باور کرده به میدان برآورد، مربی باسک تابور آنها خیلی مقابلیت ارزنده نشان دادند و قریب بود که مساوی هم کنند. تنها ضربه عالی‌ترین فدریکو والورده جریان این بازی رو دیگر کرد. خب بیاید در مورد همین گل پیش از همه حرف زنیم. باز یک گلی زیبا از مسافه دور با ضربه غیر عادی از سوی فدریکو والورده. او دیگر خیلی گل زدن نمیتواند. تنها زیبا بزن. بله، چنان می‌نمود که همین بازی تنها برای یک نفر اهمیت بزرگ دارد، برای فدریکو والورده. اون حرکتایی که داشت، اون اشتیاقی که داشت، اون خواهشی که داشت، برای کارلو آنچلوتی نیست. برای کارلو آنچلوتی کارلو آنچلوتی رو اون نجات داد. یکی از شاگردان صادق‌ترین است. بله، و از یک لحاظ دیگر هم برای والورده این گل خیلی مهم است، چون که او قصد داشت از اتلتیک بیلبائو در بازی مرحله اول در خاطرتان باشد او خطا کرد و محض بعد از خطای او اتلتیک بیلبائو گل غلبه آور رو به هدف رساند. چگونه هشت در چشمان فدی والورده بود و او بگویم که نقورستانی کرد، قصد خود را گرفت از همین دسته با چنین ضربه خود تمام قهر و غضب و قصدی که داشت او به همین ضربه بخشید و چگونه ضربه زیبا برآورد با این ضربهش با این گل خود. این بسیار هم پیروزی مهم برای ریال مادرید آورد و بگویم که خود فدریکو والورده را در نهایت آرام کرد، چون که او اکنون توانست بعد از آن اشتباهی که داشت اون رو در همین بازی گویم که اصلاح کند، جبران کند با این گل زیبای خود. از همه جهت البته این بازی خیلی مهم است و این غلبه، اما شاید کارلو آنچلوتی رو حتی همین پیروزی هم نجات دادن نتواند، چون که اینجا گپ سر همین یک غلبه نمی رود، گپ سر نتیجه مفصل می رود. در همین شام نجات داد، اما فکر دارم حتی اگر بازی مساوی میشد کارلو آنچلوتی رو اینجا گویم که از وظیفه نمیراندن. شاید بعد از بازی 26 در ال کلاسیکو اگر اونجا مغلوب میگردید بعدا. ولی به هر حال راستی به نظر من قطع نظر از اون که فینال هم چگونه جنببست می شود، آنچلوتی رو تا آخر موسم جواب دادن چندان درست نیست و چندان از آداب هم نیست. اصلا گویم که اگر گپ سر فکر شخصی هر یک نفر برود، چنان می نماید که فوتبال اصلا همین خیلی است. یعنی اینجا رحم و شفقت نیست. یعنی نتیجه های اخیر رو نظر می اندازند. کارلو آنچلوتی چیکار کرد در ریال مادرید، چه نتیجه ها دارد، تاریخ میداند، همه خوب در خاطر داریم. ولی یک موسم و خصوص در ریال مادرید این چیز بخشیده نمی شود. چه کارلو آنچلوتی باشد، چه نفران دیگر باشد، نتیجه نباشد خیر خوش. و اگر از روی خصوصیت کاربری خود ریال مادرید ما اگر اندیشه را بیان کنیم، ببینید با ریال مادرید عموما فرقی ندارد. ستارگان بزرگتری از آنچلوتی بودند که اول باشگاه می‌ایستاد، بعد بازیگران را تقدیر رونالدو را ما دیدیم، تقدیر خود راموس و کاستیلس و دیگران، اینها با یگان نفری لگند خود رحم و شفقت نمیکنند و تا جایی از نظر من درست نمیکنند. باشگاه یک سیستم استراکتورای خاص دارد، عبارت از بازیگران مختلف، اکادمی دیگر است. یک شخصیت آمد خدمت خود را کرد، پول خود را گرفت، شهرت ساخت رفت، ولی باشگاه با عمر خود را در ادامه در مرحله بعدی ادامه میدهد و این چیز هم منطقاً درست هم است. ولی وقتی که مخلصان شکایت میکنند که فلانی را این خیلی قدر نکردن، فلانی را نکردن، این یک استراتژی خاصی سیاست پیشبرده باشگاهی است که چنین میکنند و باید که با آینده دیگر نگریست. با آن یک دستاورد الهیده به همون 15 جام باید ننگریست، اون 15 رو 20 کرد، 20 رو 25 کرد و دیگر، ولی که این حال کریزیسی که است ما با 16 هم ممکن با آینده دورتر نگاه داشته باشیم. خب همینجا ببینید فرض کردیم 26 اپریل در فینال نتیجه مثبت به دست نیاید برای ریال مادرید، یک ماه دیگر باقی میماند تا انجام موسم. چی فرق دارد یک ماه دیگر آنچلوتی کار کند یا نفر دیگر؟ من فکر میکنم برای نگاه داشتن استاتوس باشگاهی، برای آنی که اینها میخواهند مغرورانه یک نفری جوابگر برای چون نتیجه را جزا دهند، دیگر یک مونه یک هفته بماند مربی را از کار جواب میدن. از یک جانب این است، از جانب دیگر علاقه نمایندگان کنفدراسیون فوتبال برزیلیا چند وقت باز به اسپانیا سفر کردند و آنچلوتی در فرصت کوتاه بیکار نمیماند. این از یک جانب دیگر ببینید، ولیکن این البته نادرست هم هست تا جایی که
در یک ماه موندن اینقدر مربی دستان را از کار جواب دادن یک بی احترامی کردن، ولی عیب در خود همون آنچلوتی هم نیست. این عیب بزرگی سیستماتیک است. ببینید فلورنتینو پرز مدام حمله‌وران را میخرد، به خط حمله توجه میکند، ولی در خط دفاع رو فراموش میکند. چگونه که اریگو ساکی میگوید برای خریدن راموس 3 ماه انتظار شدیم، 3 ماه گفتگو کردیم، عموما او به خط دفاع توجه نمیکرد و ما از مشکلاتم از خط دفاع در ریال مادرید سر میزند. ستاره ها را میبرند، ستاره را میبرند که نه همه وقت گپ مربی را میگیرند. خود امباپه ببینید نه سر وقت به قفا برمیگردد، نه در بازی الوهیده چگونه که رافینیا را ما تعریف توصیف کردیم در بازی الوهیده قهرمانی میکند، از خود نشان میداد. ما در بازی الوهیده امباپه اگر از لحاظ نشان دادن آماری انفرادی خوب است، لیکن برای دسته خدمتاش آنی نیست که از او انتظار شده بودند. به هر حال امباپه به فکرم وقتی آخر به قفا برگشتن‌هایش هم بد نبود، اما در مورد وینیسیوس شاید در همین حالت سوال‌ها پیدا شوند و باید بگوییم که البته مشکل اساسی برای ریال مادرید این موسم، من این موسم موسمی گذاشتم این خط دفاع بود، اما مشکلی ها رو موسم گذشته رفع کرد گواردیولا و در همین بازی هم در دو کنار خط دفاع برای مثال دو محافظتگر بازی کرد، کاماوینگا و فدریکو والورده. دوستان گرامی، اکنون نتیجه و جدول بازی‌های باقی مانده را پیشنهاد شما می‌کنیم. از هفته سپری شده هفته 32 هم جنببست شد. بارسلونا گفتیم 4-3 ضد سلتا پیروزی به دست آورد. رای والکانو با والنسیا 1-1 مساوی بازی کردند. ویلاریال با ریال سوسیداد 2-2 بازی کردند. دسته سویلیا با آلاوس 1-1 بازی کرد و ژیرونا از بتیس 3-1 مغلوب شد. درباره باخت اتلتیکو بالاتر گفته گذاشتیم. بارسلونا пешсаф аст, онҳо 4 имтиёз зиёд доранд назар ба Реал Мадрид ва дар зинаи сеюм бошад Атлетико аст, Атлетик Билбао дар зинаи чаҳорум, Вильяреал дар зинаи панҷум, Бетис зинаи шашумро ишғол мекунад. Дар қисми поёнии ҷадвал айни замон Алавес, Леганес ва Валядолид ҳастанд. Хуб, Валядолид аллакай маълум аст ки наҷот ёфтанаш бениҳоят мушкил мешавад, вале Алавесу Леганес ҳоло муборизаро давом медиҳанд бо Жирона, Лас Пальмас ва ҳатто баъзе дастаҳое ки болотар аз онҳо ҷо гирифтанд. дӯстони гиромӣ ва бинандагони арҷманд, бо хотимаи нашри навбатии барномаи Еврогол ҷои таъкид аст ки дар миёнаи ин ҳафта як қатор бозиҳо дар доираи мусобиқаҳои гуногун дар топ 5 кишварҳои муқтадири футболи Аврупо сурат мегирад ва метавонем бори дигар таъкид кунем ки онҳоро низ давоми ҳафта метавонед аз шабакаҳои телевизионии варзиш ва футбол пайгирӣ кунед. ман сипос мегӯям ба ҳамкоронам Эмомбек ва Гулрӯз ки имрӯз дар барнома ҳузур доштанд. бо ҳамин нашри навбатии барномаи Еврогол хотима меёбад. то дидорҳои дигар сеҳатманду комёб бошед. хайр.